بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها تلا یکان ای بچه ها شیری نکنی به بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. اینجی میکن؟ قصبی یک جان نپرسی پگاه از فنی صنعت تصویری امتحان من باشم رسم کشیده نمیتونم پیش خوشبخت بروم و گفت که شکور از من زودتر میکشد و پیشم او را گفت پیش شکور بروم و همه من گپ را زد خلاص به من هیچ کس یاردم نکرد. خوب با من اوی کردیم که وها دوستی جانی من. تو خدا یگان رسم کشیدی یا نه؟ من رسم کشیده نمیتونم. نه تو رسم کشیدی یا نه کشیدی یگان بار؟ نه. وقتی که رسم کشیدگی نه از کجا میفهمی که میتونی یا نمیتونی؟ من باوری ندارم. آها مشکلی تو همین که باور نمیکنی. مشکلی تو همین که به خودت اعتماد نمیکنی. من یک قصه خاطرم اومد میخوام نقل کنم همین موضوع موافق میخوای گوش کنم؟ یک موش بچه از مادرش میپرسد که مادر میگه کی از همه قوی تر روی دنیا ده؟ کی از همه زور؟ مادرش خنده میکنه میگه خب هر کس به طور خودش زور، هر کس به توانایی خودش زور، هر کس قدرت خودش داره. موش فکر میکند که مادرش شوخی کرده اساسا روی این. بعد خودش خلاصه میکند که میگه من جنگل بمیرم برای خودم یک دوستی قوی پیدا میکنم. از خانهش میبرد میره طرف جنگل راه میگردد در راه خسته میشه زیر یک درخت میخواد استراحت کنه پیش یک درخت میشیند در سایه درخت میشیند وقتی که میشیند چشمش به آفتاب میافتد وقتی آفتاب میبیند خلاصه میکند که همین آفتاب شاید از همه زور باشد شاید آفتاب از همه قوی باشد چون که نورش به تمام عالم میرسد بعد میگه ای آفتاب درخشانه که نورت به همه جا میرسد من یک دوستی قوی میخوام آیا همراه من دوست میشی؟ وقتی این جمله آفتاب میشنوند آفتاب هم خنده میکنند میگه خیلی درست است که من همه جا روشنی میدیم درست است که من به همه جا روشنی میبخشم اما ابر از من قوی تر است میدونید چرا؟ چون که ابر پیش آفتاب وقتی که میبیاد ما نوری آفتاب نمیبینیم آفتاب میگه که ابر پیش نوری من هرگاهی که خواست گرفته میتونه وقتی که پیش من با ابر میبیاد دیگه نوری من طرف زمین نمیرد پس معلوم میشد که ابر از من قوی تر بود است میگه ابر از من قوی تر میگه وقتی که این جواب میشنود این موشچه میگه که ها من باید با ابر دوست شوم چون ابر قوی تر بود است یک گوشه همون آسمان با ابر میبیند ابر به مراجعت میکنه ابر میگه تو باران میبارانی تو قوی هستی من یک دوستی قوی میخوام آیا همراه من دوست میشه یا نه ابر میگه که درست که من باران میبارم درست که همه جای سیراب میکنم لیکن باد از من قوی تر است شمال از من زورتر چون که شمال من هر طرفی که خواست میبره مثلا اگر نگاه کرده باشی آسمان با ابر حرکت میکنه نه همین شمال ابر تله میتید میگه همین شمال از من زورتر از من قوی تر من هر جایی که خواهد برده میتونه بعد موش خود به خود فکر میکنه اگر این خیل باشد من همراه شمال میخوام دوستی کنم شمال رو دعوت میکند باد رو دعوت میکند وقتی که دعوت میکند یک همون لحظه به چنگ و غباری کوچه بالا میشد موش میفهمد که شمال آمده که سلام میکند به شمال میگه ای شمال ای شمالی زور ای شمالی قدرتمند و قوی من برای خودم میخوام یک دوستی قوی انتخاب کنم میخوام یک دوستی قوی داشته باشم دوستی زور داشته باشم آیا همراهی من دوستی میکنی تو شمال میگه که درست که من نظر به ابر و آفتاب قوی تر درست که من هر طرفی که خواهم هر چی که خواهم هر طرف برده میتونم
اما وقتی که به کوه رسیدم، کوه جمونده نمیتونم. کوه از من زورتر، کوه از من قویتر. مش خلاصه میکرد که همراه کوه دوستی میکنه. وقتی میفهمد که کوه از شمالم قویتر، خب میگه من همراه کوه میخوام دوستی کنم. آهسته آهسته میرد پیش کوه، میبرد بلندی به، میگه ای کوهی قوی، ای کوهی بلند، من برای خودم دوستی قوی میخوام، آیا همراه من دوست میشی؟ آیا خواهش داری که با من دوستی کنی؟ کوه میگه که درست که من بلند، درست که من سخت، لیکن زمین از من قویتر. وقتی که زمین خودش تکان میدهد، وقتی که زمین حرکت میکند، وقتی که زمین میجنبد، تمام سنگ‌های من میرزد طرف زمین. پس زمین از من قویتر میگه، زمین از من زورتر میگه. وقتی که این گپ میشنود، موش میگه که خب اگر یکی باشد، من میرم پیش زمین، با زمین میخوام دوست شوم. آهسته آهسته از کوه پایان میشد، پیش زمین میرد، میگه ای زمینی قویه که حتی کوه میتونی تکان دهی، حتی کوه میتونی جنبانی. من یک دوستی قوی میخوام، تو همراه من دوستی میکنی، من میخوام تو دوستی من شوی. زمینم خنده میکنه، میگه موش میگه آخر درست است که من بزرگ، من میتونم سنگ از بالای کوه افتانم، لیکن از منم با قویتر هست. مثلا میگه خودت، موش میگه مثلا خودت میگه از من قویتر. وقتی که موش میشنود که از زمین قویتر بوده است، حیران میشد، میگه چه خیلی من از تو قوی، چه خیلی من از تو زور. زمین میگه که ببین، تو هر جای منه که خواستی میتونی سوراخ کنی، هر گاهی که خواستی، هر جایی که خواستی میتونی منو سوراخ کنی و درونی من به خانه مانی. مثلا خانه تو داری، من به جاگیر شدگی، تو از من قویتر میگه. همین تویی که از من خردتر هستی، اما قدرتت از من کلانتر، تو میتونی منو سوراخ کنی. وقتی که همین جمله از زمین این موش بچه میشنود، دیگه به خودش باور پیدا میکند، اعتماد پیدا میکند. میفهمد که چقدر اینم کوچک نبوده است، اینم ناتوان نبوده است، اینم عاجز نبوده است. میفهمد که اینم قدرتمند بوده است. حرفی مادرش، گپی مادرش خاطرش میاد. میگه ها مادرم درست گفته بودیم. پس معلوم میشود که هر مخلوق، هر موجود روی زمین به خودش موافق قدرت داشته است. مثلا یکی از مشکلی تو همین بود که تو حیاتت به رسم کشیدگی نه، لیکن خلاصه میکنی که رسم کشید نمیتونی، یعنی باور نمیکنی. میدونی چی کار میکنیم؟ از قلمه میگیریم، قلم و صحیفه میگیریم یا قلم و کاغذ میگیریم، ما رسم کشیده میتونیم، از میسنجیم. ای بچه ها شیری نکنی به بها، این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. تلا یکان ای بچه ها شیری نکنی به بها، این دم شما را شهری قیصه ها. گل غنچه ها ای کودک ها شیری نکن، خندا نکن. گل غنچه ها ای کودک ها شیری نکن، خندا نکن. بهری شما آورده یک گل زیبایی دوستان، بهر شما آورده یک گل زیبایی دوستان، یک گل زیبایی دوستان، یک گل زیبایی دوستان.